تنها کسی که نارو نزد بمون همین یه سگ بود. تو رو خدا یکم وفای از اینا یاد بگیری، یه نوخوش که بهش بدی یا تا یه عمر مدیونته، احترام بهت میذاره، دم برات تکون میده، حواسش بهت هست. یکی بیاد سراغ وسایلت یه پارس میکنه که بشنوی، ولی دوستان ببینن خبری نیست میان چیاتو همین دارن میبرن، ولی این نه، این کار نمیکنن. این مستقیم میشینه پالا اساسات تا تو خودت پیدا چه. تو رو قرآن یکم وفای از این یاد بگیری. حیوان بدی نیست. میگن نجسه ولی نجس نیست. اگه نجس بود تو سوره کهف که خدا بگه اصحاب کهف نمیگفت 7 نفر، میگفت 6 تا انسان و یه سگ، ولی میگه 7 نفر. سگ هم جز انسان حساب کرده. حالا بماند اینا میگن سگ نجسه، نمیدونم، ولی نجاستی ما از این ندیدیم غیر خوبی و مهربونی و وفا. دمت گرم، کارت درسته.